به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. خب بچه‌های عزیز، میرسیم به آرایه ایهام. میخوایم ببینیم ایهام چیه. ایهام در لغت به معنی به وهم و گمان افکندن هست، اما در اصطلاح ادبی ایهام کلمه‌ای هست. شاعر کلمه‌ای رو در شعر میاره یا در متن میاره که دارای دو معنی هست و این دو معنی هم همزمان در متن معنی میشه. به این میگیم ایهام. حالا مثال: بی مهر رخت روز مرا نور نمانده. بچه دقت کنید، مهر یه معنیش مهر و محبته و معنی بعدیش خورشیده که هر دو معنی هم در این متن معنی میشه. یا بیت بعدی: گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی همبوت رهبر آید. خب اینجا کلمه بو دارای دو معنی هست، واژه‌ای هست که دارای دو معنی هست. یه معنیش همون بوی رایحه، بوهای خوش یا همون بوهای بد. بو هم بوی بعدی به معنی آرزو و مشتاقه که هر دو معنی هم در این بیت معنی میشه. پس در نتیجه ایهام داریم. مثال بعدی رو دقت کنید: هنگام وداع تو ز بس که گریه کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده. دور از رخ تو اینجا آرایه ایهام داره. یه معنیش میگه به خاطر دوری از تو، به خاطر دوری از تو چشم مرا نور نمانده است و یه معنیش یعنی دور از جان تو باد، دور از جان تو باد چشم مرا نور نمانده.